سلام، خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو میخوایم الگویی که در این سه معادله اول یا این سه خط اول وجود داره رو به دست بیاریم و با استفاده از اون سمت راست خط آخر رو به محاسبه کنیم. اینجا 1 برابر با 2 شده، 2 برابر با 6 شده، 3 برابر با 12. میخوایم ببینیم که 4 برابر با چند میشه. خب برای اینکه الگویی که اینجا وجود داره رو به دست بیاریم باید اعداد سمت چپ و اعداد سمت راست رو با همدیگه مقایسه کنیم. ببینید اینجا 2 برابر میشه با 1 ضرب در 2. پس 2 برابر عدد سمت چپ برابر با عدد سمت راست شده. تو معادله دوم 2 برابر سمت چپ میشه 4 که برابر با 6 نیست. اینجا 3 برابر سمت چپ رو در واقع در نظر گرفتن و برابر با 6 شده. تو معادله سوم هم 4 برابر عدد سمت چپ برابر با عدد سمت راست میشه. پس ببینید اینجا 2 برابرش در نظر گرفته شده، ضرب در 2. پس 1 ضرب در 2 برابر با 2 میشه، عددی که اینجا داریم. 2 ضرب در 3، 2 ضرب در 3 که برابر با 6 میشه. اینجا هم 3 ضرب در 4. خب 3 ضرب در 4 که برابر با 12 میشه، عددی که اینجا داریم. خب این الگو رو در معادله چهارم هم به کار میبریم. 4 رو باید ضرب در چند کنیم. ببینید اینجا 2 3 4، دقیقاً اینجا هم باید 5 باشه. پس 4 ضرب در 5 که برابر میشه با 20. پس جواب نهایی ما برای این تست 20 هست. سمت راست معادله آخر برابر است با 20.